قرآن اینطور معجزه است، خود گویاست. همین قرآن خودش چی هست؟ چلنج خودش میده. اونجا پیغمبر موسی علیه السلام عصای خدا مینداخت، باز دو اژدها میشد. قطع عصا بحر میزد، باز از او با هم جدا میشد. خب قرآن خودش گویاست، به هر کس چلنج میده، به هر کس. این همی چلنج است. و این کنتم فی ریب، اگر هست شما در تردد کی کلام الله نیست بلکه کلام پیغمبر است، مما از او کتابی که نزلنا به تدریج نازل کردیم کتابه، علی عبدنا بالای بنده خود، فاتو بصورت، شما آوردن کنی به یک صورت کوچک، من مثله به مثل قرآن کریم که فصاحت و بلاغت داشته باشه، شامل به محتوا و مضامین خیلی عالی و گسترده داشته باشه، نایاب باشه، جاذب باشه، همه مضامینش خیلی سنجیده، خلل و نقصان نه در لفظ نه در معنا دیده شوه. بیاری شما ودعو شهداءکم، در این مقابله شما آواز بده، امداد طلب کنه از اون معبودای باطلتان من دون الله، بغیر از الله، ان کنتم صادقین، اگر راست میگی. مفسرین در اینجا دو نظر داره. یک نظر این تحداست، تحدا چلنج میگه، اخطار میگه، اخطار دادن است. قرآن کریم اخطار داده. الله تبارک و تعالی اول دفعه که اخطار داده به مثل قرآن کریم مطالبه کرده. باز در دوم مرحله 10 صورت به مثل صورت های قرآن بیار. در مرحله سوم 2 مرتبه است، یک دفعه در مکه و یک دفعه در مدینه منوره. این صورت مدنی است، در مدینه منوره است. چلنج داده در مقابل کوچکترین صورت یک صورت دیگر را بیاره. پس وقتی که آوردن نمیتونه، خود به خود معجزه پیغمبر چی شد؟ ثابت شد. که معجزه پیغمبر ثابت شد، رسالت پیغمبر چی شد؟ ثابت شد. پیغمبر است. قرآن صادق شد یا کاذب؟ صادق. حالی که ما در محتوای قرآن ببینیم که چقدر صادق است. یک دانشمند بزرگ تبت یدا را کی خواند ایمان آورد. در عراق آمده بود، در یکی از معدنهای تیل کار میکرد، مسلمان نبود. خود تبت یدا را کی خواند، بعد از اسلام آورد. چرا اسلام آورد؟ گفت وقتی که تبت یدا ابی لهب نازل شد، خود ابی لهب چی بود؟ زنده بود. قرآن اینقدر صادق است که ابی لهب اگر میخواست که بیادرزاده خود دروغگوی بکشه و قرآن نعوذ بالله دروغ بکشه، دستی بعد ایمان چی میکرد؟ ظاهر میکرد که گپی قرآن چیش میشد؟ میده میشد. قرآن خود چی گفته بود؟ تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنى عنه ماله و ما کسب سیصلی نارا. در کجا داخل میشه؟ ایمان می آورد که در آتش داخل نمیشد. گپی قرآن چی میشد؟ دروغ. دعوای پیغمبر چی میشد؟ از بین میرفت. لیکن عجیب است که یک قدر مدت ابی لهب آیت پیش نازل شده، ابی لهب بعد از خیلی مدت زنده است، خلی که نمی قنه میتونه که ایمان چی کنه؟ ظاهر کنه، که گپی قرآن دروغ بکشه. گفت بس این کتاب، بس این کتاب و این بزرگترین معجزه است. مردم در جنگ آماده شدن، یک معرکه نیست. با پیغمبر علیه السلام اهل مکه، کسانی که در مقام عکاظ هر زمانه میله جور میکردن و در اونجا بزرگترین افتخار مردم مکه همی بود که شاعرای قوی داشت و در شعر یکی دیگه خدا چی میکردن؟ بگه شکست میدادن. آنقدر فصاحت و بلاغت بود. وقتی این قدر آماده به جنگا شد، خود در کش دادن، مال خود مصرف کردن، تکلیفا را کشیدن، چرا کاری آسان نمیکنه که به مثل کوچکترین سوره قرآن کریم یک سوره تا جور کنه؟ ادعای پیغمبر علیه السلام چی میشه؟ از بین میره، بیخی باطل میشه. خب کده؟ نه. بعضی شاید اعتراض بکنه، شاید کسی کرده باشه، خب به ما نرسیده باشه. شما چی گمان داری که در مقابل قرآن هم دشمن پیدا شه، یک چیزی نوشته شوه، بازی دنیا او را نشر میکنه یا نمیکنه؟ در طول تاریخ وسایل اخبار در تسلط کیست؟ وسایل چاپ در تسلط کیست؟ از او خاطر وجود نداره. چرا؟ این کلام کلام الله هست. کلام مخلوق با کلام الله خالق هم نوا شده نمیتونه. یک توجیه است. دوم توجیه، این اخطار و چلنج نیست، این صورت مدنی است. در مدینه منوره علمای یهود زیاد موجود بود. این مناظره است، مناظره، دعوت به مناظره است. اسلام حق است، علمای یهود میگفت نه حق نیست، بیایی که مناظره کنیم. این قرآن حق است و میگفتن نه حق نیست، بیایی که مناظره کنیم. مناظره در اسلام درست است، جایز است. خود شرطی چیست؟
مناظره به این خاطر میشه که حق واضح شوه، باز هر کدامش هم دیگه امو چیزی که حق باشه او را بپذیره. اینی را مناظره میگه. در وطن ما خیلی زیاد دعوت‌ها به مناظره میشه، ورقا را چاپ میکنه، از دروغ نوشته میکنه، مناظره کردیم، شکست دادیم، اینطور کردیم. پشتی ما اینقدر ورقا چاپ میشه که پرسان نکن. اما ما را وقت شکست داده ما را شکست داده. خب اونجا مناظره است. در مدینه که کدام اهل کتاب زندگی میکنه براشان دعوت داده میشه که شما میگی این قرآن حق نیست، این پیغمبر حق نیست، بیا دلایل خدا پیش کنید، ولی دلایل منزل از طرف بالا باشه، یعنی از طرف الله باشه، دلیلی که واقعیت قناعت بخش باشه شما پیش بکنید. از او خاطر اینجا شهدا به معنای نعوذ بالله معبودای باطل نیست، شهدا به معنای علما است. اینطور ترجمه میشه. و این کنتم فی ریب، اگر هست شما اهل کتاب فی ریب در شک و تردد مما از کتابی که نزلنا ما میفرستیم علی عبدنا بالای بنده خود برای اثبات رسالت، فاتو شما ما آوردن کنه بصورت به یک صورت من مثلی که مماثل قرآن کریم باشه، مماثل قرآن کریم باشه یعنی دلیل منزل از جانب الله باشه یک معنا، یا مماثل باشه مماثل پیغمبر باشه. همینطور یک آدم عامی امیر بیان کنه، همینطور گپاره که پیغمبر بیان میکنه او هم بیان کنه، هر دو معنا باز درست میشه. ودعو طلب کنه شهداءکم علمایتان من دون الله بغیر از الله ان کنتم صادقین، اگر در دعوایتان راست میگی. اینطور نمیمانه شده فإن لم تفعلوا، اگر آوردن نکرده در مناظره حاضر نشده، ولن تفعلوا و هرگز شما در مناظره حاضر شدن نمیتونه، فاتقوا النار التي، اصل جزا اینجا محذوف است، فاعبدوا ربکم، عبادت پروردگارتان بکنه که در یا ایها الناس اعبدوا ربکم براتان گفته بود، و آمنوا بالرسول، تصدیق پیغمبر بکنه. چرا؟ فاتقوا النار التي، توسط عبادت الله و ایمان به پیغمبر خدا نگاه کنه از آتش. کدام آتش؟ آتش دنیا، التي و آتشی که وقودها الناس، در گیرانی از او چیزی که افروخته میشه و آتش از او الناس مردم است، و الحجارت و سنگا اعدت للکافرین، ای آتش آماده کرده شده برای کفار. از او تر آتش خدا نگاه کنه. چرا؟ اگر ایمان به پیغمبر نآوردی کافر میشه، اگر عبادت یک الله را نکردی کافر میشه. بازی تر آتش دمیرویتان فرا میرسه و شما درش میسوزید. در اینجا الله که میگه و این کنتم فی ریب مما نزلنا، اگر شما در شک هستی. شک از وقت یقینی بود. چرا الله میگه اگر شما در شک هستی؟ شک از واره به منزله عدم شک الله مقرر کرده. چرا؟ اگر او از انصاف کار بگیره، از عناد و ضد کار نگیره، ادنا تأمل و تدبر در قرآن بکنه، درک میکنه که قرآن کتاب کلام بشر نیست، کلامی کیسته؟ از او خاطر به تعبیر به این کرده. یک موضوع. دوم، نزلنا، به تدریج روان کردیم. کتابای دیگه که آمد بالای پیغمبرها یک دفعی آمد و یک اعتراض مردم هم می بود به پیغمبر میگفت این کتاب چرا یک دفعه نمیاری؟ لیکن الله کتاب به تدریج آورد. به تدریج آوردن یکی خو موضوعات قرآن خب عملی شد، درجه به درجه کم کم عملی شد، در ذهن مردم قرار گرفت. دوم است که هر روز که به پیغمبر وحی می آمد به پیغمبر یک نوع تازگی و یک نوع قوت حاصل می شد. از او خاطر پیغمبر چون در دعوت خود سخت فشارها را متحمل می شد، امو فشارها رنجش چی وقت کم می شد، دردش کی کم می شد که وحی جدید نازل می شد. از او خاطر قرآن کریم به تدریج آمده. علی عبدنا میگه. بله قرآن خود سر پیغمبر آمده. خب پیغمبر است، بندی الله است، الله جور نشده، صفت الله برش ثابت نشده. قرآن الله سرش آمده خب لیکن صفت الله برش ثابت نیسته که مشکل کشا واجد روا شود یا مریضا را جور بکنه. وقتی که پیغمبر سردار دو جهان، شخصیتی که در بین مخلوقات افضل ترین شخص است، محمد رسول الله صلی الله، او حاجت روا شده نمیتونه. خیر دیگه اولیاء حاجت روا شده میتونه، اصحاب حاجت روا شده میتونه، خودشان حاجت روا نمیشه، قبرایشان حاجت روا شده میتونه، مرده هایشان حاجت روا شده میتونه؟ نمیتونه. چرا؟ خیر مردم نعوذ بالله به قبرها سجده میکنه. از او خاطر ای گپار الله در اینجا گفت. در اینجا الله خو فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ایو نمو مکالمه است. مثل که یک آدم میگه بیا قطم پشتی بگیری،
باز میگیم بچو تو پشتی گرفته نمیتونی، منظوری در غیرت آوردن از اوسته که او در غیرت بیا خطی تو چی بگیره؟ پشتی بگیره. این جمع به می مناظره یا به می اخطار دادن چی داده؟ غیرت داده که نمیتونه شما در میدان آمدن نمیتونه. او این جمع معجزه قرآن ثابت شد. قرآن خبر داد که ای فیلم تفعلوا ولن تفعلوا، هرگز نمیتونه. خبر داد یا نه؟ خب باید یاد میدان میبر آمدن که امی دعوای قرآن چی میکرد؟ میدان میکرد، باطل میکرد. خدا میدان بر آمدن؟ نه نبر آمدن. چرا؟ آلی اعجاز قرآن کریم که قرآن کریم کتاب معجز است، جهتای مختلف داره. اعجاز علمی قرآن کریم، تشریعی قرآن کریم، اعجاز فنی قرآن کریم، اعجاز حکمی قرآن کریم. قرآن کریم به مختلف جهتا الحمدلله علمای برجسته در مورد اعجاز قرآن کریم تصنیفات خیلی زیاده داره، خیلی زیاده داره. انسان بخی حیران میشه. یقینا قرآن تمام ابعادش معجزه است، تمامی لفظش معجزه، معنایش معجزه، دعوتش معجزه، حکمش معجزه، جاذبیتش معجزه. تنها دیگه کل آهنگ و صدای قرآن چیست؟ زن چینایی ایمان آورده. به خاطر چی ایمان آورده؟ در یکی از مجلات خواندم صرف گفت آهنگ، وقتی که او خود دیگه چیز عربی خود نمیفهمید، میفهمید خود صدای قرآن فهمید که صدای انسانی نیست. هنرمندا که مردم برش میگه سازنده یا رقم آواز دارن، خب کدام آوازی که جالب و جاذب است؟ آوازی کیست؟ قرآن کریم است. از هر نگاه معجز است. از زمان خاطر در زمان خودی پیغمبر بزرگترین شخص که بسیار مهارت داشت، آدم کلان بود، سخنران بود، ولید ابن مغیره است که مردم او را معذف کرد برو پیغمبر علیه السلام یک چیزی قطش گپ بزن باز پس بیا که ما مردم چی بگویم در مورد قرآنش. او که رفتی قرآن شنید قرا خانه را لازم گرفت که حالی دیگه هیچ به مردم بگه چیزی را نگوید. وقتی که مردم در خانهش آمد قسما را یاد کرد و گفت که یقینا ان له لطلاوه و ان له لحلاوه. این قرآن عجیب شیرینی داره، عجیب تازگی داره، بالای از یک دم مسمر است، ریشه از یک دم محکم است. به الله قسم که قول بشر نیست. خود قسم میخوره. لیکن مردم مجبور میکنه چی بگویم؟ میگه اگر شعر بگویم مردم شما را ملامت میکنه. ها گپ در کجا رساند؟ سحر در کجا رساند که خیلی تاثیر داره. از خاطر میگه اینی تو رو بگویم. نعوذ بالله، الله رحم بکنه. ولی قرآن در اینجا از آتش در اینجا تهدید کرد یا وعید آتشی را بیان کرد که وقودها الناس والحجاره را گفت که در گرانش مردم و سنگاسته. بعضی مفسرین نوشته میکنن مراد از مردم امو کسایی که بتا را سنگا را پرستش کرده او سنگا امو سنگای هستن که وا پرستش شوده. لیکن نه، اینجا قرآن مطلق گفته مراد از ناس و سنگا. الله اشاره به عظمت و بزرگی آتش میکنه که اونجا ضرورت به درگیرانای چوب و چیستا کاغذ و ورق و تیل و ای گپا نیسته. اونجا درگیران خود انسان و خود چی هسته؟ سنگ است. آتش الله و آتش انسان با هم چی داره؟ فرق داره. آتش انسان است که ضرورت به درگیران داره، آتش الله ضرورت به درگیران نداره. آتش انسان از بیرون در میگیره درون میره، آتش الله از درون در میگیره بیرون میره. الله نگاه کنه ما را. این آتشی است که مخصوص برای کفار است. چرا؟ به خاطر که وا راه حق نپذیرفتن، الله امی قسم آتش برش مقرر کرده. و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات. اسلوب قرآن کریم است، یک طرف وعید بیان شد، آلی را سری تو بند نمی سازه. الله می فرماید در مقابل این فریق دیگه قرار داره. الله پیغمبری خود امر میکنه و بشر الذین، خوشخبری و مژده بده و او کسانانی که آمنو ایمان آورده. قرآن که هر جای کلمه ایمان مطلق ذکر میکنه مراد از پیش ایمان چی است؟ شرعی. مطلق تصدیق قلب نیست، بلکه تصدیق قلب در مورد چند چیز بود؟ 6 چیز که مؤمن بهی میگفتیم با مو کیفیتی که قرآن بیان کرده. و عمل الصالحات، عمل صالح انجام داده. سبب نجات انسان چند چیز میشه؟ یکی عقیده، یکی عمل صالح، عمل درست. عمل صالح کدام عمل میگیم؟ همین جایات میگیریم دیگه جای باز نمیگیم. کدام عمل میگه؟ که خالص به خاطر رضای الله باشه و موافق نقشه. خوشخبری بده ان لهم، که یقینا برای تر مردم که عقیده درست و عمل درست داره یا مؤمنای واقعی است، این مردم بشارت بده که برشان
جنات باغای است تجری که روان می باشه من تحتها در زیر درختها و قصرها الانهار و جویا در زیر فرمانی جنت یا هر طرف که اشاره میکنه جوی روان میشه کل ما روزقو هرگاه که براشان خوراک داده میشه روزی داده میشه منها زمین میوه جنت من ثمرت از یک میوه رزقا برای خوراک از یا قالوا یا میگوی هذا الذی یمو میوه است رزقنا من قبل دو معنا میکنیم که برای ما وعده داده شده بود من قبل پیش از این دنیا که اگر ما شرط و شرایط پوره کنیم اینمی رقم روزی برای ما داده میشه یک معنا دوم معنا قالوا میگوین هذا الذی خامو میوه است رزقنا که برای ما داده شده بود من قبل پیشترک از این حالی که نوامت رنگشان یک رقم می باشه لیکن لذتا گوناگون می باشه و تو آورده می شود بهی به میوه ها به چیستا میوه ها خوراکی جنت متشابها رنگارنگ قسم قسم الله تبارک و تعالی رقم چیزا را برشان میاره فکر میکنه که البته مزی از یک قسم می باشه حالان که متفاوت می باشه در جنت خو الله اون نعمت برات میده که چیزی در قلب انسان بگرده در قلب انسان بگرده همون چیز میآید بعضی برادرها سوال میکنه که در قلب انسان اگر نعوذ بالله زنا بگرده شراب بگرده نه قلبای جنتی‌ها را الله از چیزای از خواستهای نادرست و ناروا چی کرده پاک کرده آن چیزی خواهش تو می باشه که مناسب شان توسته از او خاطر کارهای غلط و خراب نمی باشه یکی بیگاه زنگ زده بود برای من که اگر حور خو هسته یعنی حوری نفری دیگر اگر آدم بخواه او چطور میشه دلیل داریم که تنها به یک نفر باشه ما گفتم در قرآن آمده حور مقصورات فی الخیام این سوالا بیجا سوال است خود اونجا الله به هر کس نظری تو را بالکل سیر میسازه به حوری خودت به حوری دیگرها قطعا نظرت واقع نمیشه هیچ خواهشت پیدا نمیشه قرآن امور توصیف کرده این سوال اینی طور حل میشه الله در انسان او طور خواست نمیده که نامناسب باشه خواستای چی می باشه مناسب می باشه از امو خاطر به مو مقام و منزلتی که الله به جنتی داده به مو قناعت برش نصیب کرده دلش نمیشه دیگه طرف بره و او قدر در چشمش بسیار زیبا و چیست درست معلوم میشه لهم فی ازواج مطهرة برای جنتی ها در می جنت ازواج جفت و جور است مطهرة که پاک کرده شده است از هر لوس و از هر نوع اخلاق ناپسندیده یا عیبای دنیوی یا اخلاقی بد از هر قسم هم از نگاه لفظ و زبان و جسم همینطور پاک است و هم از نگاه اخلاق و عقیده پاک هستند و هم فیها خالدون امی جنتی ها در این جنت همیشه است چیزایی که انسان برش ضرورت دارد دو قسم است یکی آن چیزی که بدون از او هیچ نوع زندگی نمیشه او را ما و شما خوراکای اولیه میگیم خوردن نوشیدن دومو چیزی است که او را تحسینات میگه توسط از او دیگه خوبی ها و زیبایی ها پیدا میشه میوه همیشه برای چی است لذت حاصل کردن برای سیر شدن نیست همونطور است یا نیست از او خاطر تکمیل لذت توسط اینمی چیزا میشه در زندگی دنیا بجز غیر از خوراک باید میوه های هم داشته باشیم خب لیکن قرآن اشاره میکنه که تکمیل لذت نعمت ها توسط دو چیز میشه یکی آن چیزی که خواهش خوراک و نوشاک انسان است دوم آن چیزی که خواهش شهوت انسان است از همون خاطر است زندگی نعمت زندگی تکمیل نمیشه بدون ازدواج تا وقتی که ازدواج نباشه یک آدم بیلدینگ داره خوراکای لوکس برش میاد میوه های گوناگون میخوره نعمتش کامل است نه بلکه ضرورت به زندگی داره زن داره خود دیگه نعمت ها نداره باز نعمت تکمیل نیست خب بله تکمیل نعمت توسط کدام زنا میاد جفت و جوره ای که واقعا صفت مطهره را داشته باشه قرآن کریم کدام صفت که برای زن ذکر میکنه این صفت خیلی اهمیت داره در چی بگوید در تکمیل نعمت او طهارت است از او خاطر است که قرآن اشاره به این میکنه که ما زوجه چی رقم داشته باشیم مطهره داشته باشیم آلی مطهره کدام زوجه را میگه مطهره پاک باشه از نگاه عقیده بالکل عقیده قرآن و حدیث داشته باشه عقیده توحید داشته باشه پاک باشه از نگاه عمل کردش موافق عمل کرد رسول الله صلی الله علیه وسلم باشه در نگاه اخلاق پاک باشه امی قسم پاک دامن باشه نظرش طرف دیگه نشوه نعوذ بالله ایلاگشت بازارا نباشه مثل که در جنت اینمی قسم زن الله توصیف میکنه برای تکمیل نعمت انسان اینمی قسم در دنیا هم اگر الله کسی را نصیب کرده باشه همچو زن
یقینا که نعمت دنیوی چی است؟ برش پوره شده. کدام کسی که زنی داره که متدین است یقینا او سختی را تیر میکنه. قطر بگوی مشقت تکلیف اما گفاره میپذیره قطعی تو هیچ وقت سبب غم و غصه تو نمیشه، بلکه یار و چیسته همکار و مددگاری تو در راه دعوت است. از امو خاطر است شما خو جواناسته تلاش بکنه که همیشه در تلاش همچو دختره باشه که یقینا اینطور صفتا را داشته باشه و دخترای مسلمان متدین در تلاش همچو بچای باشه که بچه همچو عقیده پاک داشته باشه، عمل پاک داشته باشه، تینتی پاک داشته باشه، عفت و پاک دامنی پاک داشته باشه. اونو وقت است که زندگی جنجال و کشکال نمیه. اگر این گپا نباشه باز میبینی که در زندگی حتما چیسته انقطاع پیدا میشه، خلل و نقصان پیدا میشه. باز زندگی از شیرینی به چی به سوی تلخی میره. نه، این مسئله مهم است. مسئله ازدواج یادتان باشه عادی و سرسری فکر نکنه، بسیار بنیادی فکر بکنه، با پدر و مادر مشوره کنه. پدر و مادر قطع اولاد هم دختر هم بچه خود مشوره بکنه، مطابق میل دل و عقیدهشان باید امی قسم کسی را برش پیدا بکنه که یقینا خواست از او باشه. اگر زن و شوهر یقینا از نگاه مفکوره و عقیده متحد بودن زندگیشان خلل پیدا نمیکنه. الله تبارک و تعالی کل شما برادرها و خواهرایی که تعالی را ازدواج نکرده و در صددش است همچو جفت و جوری مناسبه پاکه که الله صفتش بیان کنه براتان نصیب کنه. آمین. خو نمیگه شما دوری خورادی چطور میگه آسیه اینطور آمین؟ بله نعمتا خود در دنیا می باشه لیکن زوال پذیر است. خزان سرش میاد آدم اونقدر دل در این نعمتا بسته نمیکنه. بله یک امتیاز نعمتای او جهان است که وهم فیها خالدون، اونجا همیشه استی. یک روز اگر در پغمان دوستت ببره یک روز که تیر کنی که روز سیوم شو قاشوش ترش میشه نمیمانه. خو اونجا قاش ترشی وجود نداره، خود خواهش میکنی برات میآید. عجیب است ما برای 2 روز راحت و زندگی خود آنقدر زحمت میکشیم که آرام شویم. مردم ما که از اینجا سفر میکنه از افغانستان بسیار مملکت خیلی خوب، آب و هوای خوب داره، یقینا بسیار زیبا ملک است. لیکن ما و شما پای لچ میکنیم میرویم در ایران، پاکستان، لندن، کانادا، امیالی در ممالکی زندگی میکنیم که بالکل 6 ماه شب و 6 ماه روز است. برای چی اونجا رفته؟ برای از اینکه چیزی پول کمایی بکنه که باز پس بیا چند روزه برای حد تیر کنه. با چی تیر کنه؟ سعی کنی برای چند روز راحت چقدر تکالیفات میکشه، چقدر زحمت ها را میکشه، او به الله معلوم که باز امی راحت هم بری تو حاصل میشه یا نمیشه. در مسیری را تو مایا جور میشی یا در قفسای بندیخانه میفتی، یا است که پول میاری پس در اینجا یک روز در خانه تیر نکده که دزدا تو را بگه در یک قول حلال کرد سری همی پولی. احتمال است که پس امی راحت برات حاصل میشه یا نمیشه. الله متعال که بالکل حق میگه و راست میگه، اون بر ما میگه که در صورتی که ما عقیده صحیح و عملی صحیح داشته باشیم اینمی قسم راحت بر ما حاصل میشه. اوی راحت جاودانی است. چرا زحمت نمیکشیم؟ چرا روزه نمیگیریم؟ چرا خودت زحمت نمیدیم نماز بخوانیم؟ چرا عقیده خود صحیح نمیسازیم؟ بله اهمیت نعمت آخرت اگر در قلب ما جا گرفت باز دیگه کل احکام الله سر ما چی میشه؟ آسان میشه. چرا؟ کسی که عسل خوش داره نیش زدن زنبورای عسل در قصیش نمی باشه. می باشه؟ نمی باشه. ما باید امی رقم در عبادات الله تبارک و تعالی تکلیفی که بر ما میرسه باید امون نعمت جنت در ذهن خود بگیریم و این نعمت ها اموتور است. کسایی که شهادت در لحظه میخواه مثل صحابه واری و به این خاطر نعمت جنت در قلبشان چی عظیم شد، بزرگ شد، اهمیت پیدا کرد، از این خاطر زندگی دنیا برشان هیچ است و واقعا همونطور است. ایمان انسان امی قسم جور میکنه الله نصیب بکنه. ان الله لا یستحی، یقینا الله تبارک و تعالی حیا نمیکنه. ایضرب امر رقم که لایق شان الله است. ایضرب که بیان کنه مثلا ما یک مثال از مثالا را بعودتن و کرپشه باشه، یعنی پشه باشه، فما فوقها یا ازو کدم بالا د خوردی باشه، ازو کده زیاد د خوردی بالا د خوردی باشه. فاما الذين پس هرچی کسانانی که آمنو ایمان آورده، ایمان شرعی که پیش دیر شد، فیعلمون خب میدانه انه الحق که نمی مثال بالکل مطابق ممثل است، ممثل خب واضح میسازه.
من ربهم از جانب پروردگارشان است. و اما الذین کفروا هرچی او کسانانی که انکار میکنه از دعوت حق، ایمانی شرعی نمیاره، فیقولون میگه ماذا اراد الله، چی چیز الله اراده کرده، بهذا با این چیز، مثلا از روی مثال الله جواب میده یضل به کثیرا، گمراه می سازد توسط مثال بسیاری را، و یهدی به کثیرا، هدایت میکنه توسط مثال الله کثیرا زیاده، و ما یضل به، گمراه نمی سازد توسط مثال الا الفاسقین، بجز از کسانی که برآمدن از طاعت الله، اما مردمایی که از طاعت بیرون میشه، از حدود بیرون میشه، اما گمراه میشه. مشرکین اعتراض کردن. مفسرین دو نظر داره. یک تعداد میگه وقتی که الله مثال منافقین بیان کرد، وام اعتراض کردن کی چی گپ است که مثال بیان میکنه. قرآن کریم کلام الله است، کلام الله مثال چرا بیان میکنه؟ کلام الله مقاصد باید بیان بکنه. الله جواب داد که مثال ضروری است. چرا؟ امر معقوله که تو در نظر مردم محسوس بسازی، توسط چی واضح میشه؟ توسط مثال واضح میشه که یک امر محسوسه در پیش مردم پیش کو و امر معقول توسط از او درک کرده شوه.